کتاب ماورای طبیعی شدن، نوشته دکتر جو دیسپنزا. توجه به هر جا برود، انرژی به همانجا جریان می‌یابد. از آنجا که توجه شما هر کجا باشد، انرژیتان هم در همانجاست. وقتی صبح‌ها بیدار می‌شوید و توجه و انرژی خود را روی تمام افرادی که باید ببینید، جاهایی که باید بروید، اشیایی که دارید و کارهایی که باید در دنیای سه‌بعدی انجام دهید معطوف می‌کنید، انرژی شما قطعه می‌شود. تمام انرژی خلاق شما از شما خارج می‌شود و به سمت تمام آن چیزهایی در دنیای بیرون جاری می شود که برای جلب توجه شما با هم رقابت می کنند. گوشی همراه، لپتاپ، حساب بانکی، خانه، شغل، همکاران، همسر، فرزندان، دشمنان، حیوانات خانگی، بیماری و غیره. واضح است که توجه و انرژی بیشتر افراد به سمت دنیای مادی بیرونی معطوف می شود. سوال این است: چه مقدار از انرژی شما در دنیای درونی افکار و احساساتتان باقی مانده است تا واقعیت جدیدی با آن بیافرینید؟ لحظه‌ای در نظر بگیرید که هر یک از این افراد یا چیزهایی که توجه زیادی به آن می کنید جزو شناخته هاست، چون شما آن را تجربه کرده اید. همانطور که پیشتر در همین فصل گفتم، شما برای هر یک از این چیزها شبکه‌ای عصبی در مغز خود دارید. از آنجا که اینها در مغز شما حک شده اند، شما آنها را از منظر گذشته درک و تجربه می کنید. پس شما شبکه‌ای عصبی در رابطه با رئیستان دارید. شبکه‌ای عصبی در مورد پول دارید. شبکه‌ای عصبی در مورد همسرتان دارید. شبکه‌ای عصبی در مورد فرزندانتان دارید. شبکه‌ای عصبی در مورد وضعیت مالیتان دارید. شبکه‌ای عصبی در مورد خانه تان دارید و شبکه‌های عصبی در مورد تمام داشته‌های دنیای مادی دارید، چون شما تمام این افراد و اشیا را در زمانها و مکانهای مختلف تجربه کرده اید. هر شخص، شیء، چیز، مکان یا موقعیتی در واقعیت فیزیکی آشنای ما شبکه‌ای عصبی برای خود در مغز ما داشته و مؤلفه‌ای احساسی به همراه خود دارد، چون ما تمام این چیزها را تجربه کرده ایم. این گونه است که انرژی ما به واقعیت گذشته حالمان وصل می شود. لذا وقتی شما توجه خود را به تمام این عناصر معطوف می کنید، انرژیتان از شما خارج می شود و انرژی چندانی در دنیای درونی افکار و احساساتتان برای آفرینش زندگی جدید باقی نمی ماند. توجهتان به هر کجا باشد، انرژیتان هم در همان جاست. در شکل 2-5 اگر به بخش‌های بزرگ شده شکل یعنی محل تلاقی دو بیضی نگاه کنید، این دو نشان می‌دهند که ما چگونه از مؤلفه‌های مختلف دنیای بیرونمان برای تداوم اعتیاد احساسیمان استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از دوستان خود برای تأمین اعتیادتان به درد و رنج استفاده کنید.
از دشمنانتان برای تأمین اعتیاد خود به نفرت استفاده کنید. سوال این است: چه میزانی از این انرژی خلاق برای آفرینش تقدیر جدید در دسترس شما قرار دارد؟ وقتی توجه و لذا انرژی شما بین تمام اشیا، افراد، مشکلات و مسائل دنیای بیرون تقسیم می شود، انرژی برای دنیای درونی افکار و احساسات باقی نمی ماند. پس انرژی برایتان نمی ماند تا چیز جدیدی با آن بیافرینید. چرا؟ چون طرز فکر و احساستان عملاً واقعیت شخصیتان را ایجاد می کند. بنابراین اگر شما برابر دانسته های خود، یعنی امر شناخته شده، فکر و احساس کنید، همان زندگی سابق را تداوم می بخشید. در واقع می توان گفت که دیگر شخصیت شما واقعیت شخصیتان را نمی آفریند، بلکه این واقعیت شخصی است که شخصیت شما را می سازد. محیط بیرون دارد افکار و احساسات شما را کنترل می کند. نوعی همخوانی بیولوژیکی بین دنیای درونی افکار و احساسات و دنیای بیرونی واقعیت گذشته حال شما که از افراد و اشیا در زمانها و مکانها ساخته شده است وجود دارد. شما پیوسته دارید زندگی خود را یکسان نگه می دارید، چون دارید توجه افکار و انرژی احساسات خود را یکسان نگه می دارید. در آخر، اگر طرز فکر و احساس شما امضای الکترومغناطیسی مخابره می کند که بر تمام حوزه‌های زندگی شما اثر می گذارد، شما دارید انرژی الکترومغناطیسی یکسانی را مخابره می کنید و زندگیتان هرگز تغییر نمی کند. می توان گفت انرژی شما با تمام چیزهای واقعیت گذشته حالتان برابر است. شما دارید گذشته را باز می آفرینید. البته این تنها محدودیتی نیست که وجود دارد. وقتی شما تمام انرژی و توجه خود را به دنیای بیرون معطوف می کنید و به همان شیوه سابق، یعنی با استرس مزمنی که سبب می شود مغز در یک حالت برانگیخته دائمی قرار بگیرد، به آن شرایط قبلی واکنش نشان می دهید، دنیای درونی شما توازن خود را از دست می دهد و مغزتان به شیوهی ناکارآمد عمل می کند و سپس کارایی شما در ایجاد هر چیزی پایین می آید. به عبارت دیگر، شما به جای اینکه آفریننده زندگی خود باشید، به قربانی آن تبدیل می شوید. زیستن با هورمون‌های استرس. حال بگذارید نگاه نزدیکتری به این مسئله بیاندازیم که ما چگونه به احساسات منفی خود، یا دقیق تر بگویم به موادی که هورمون‌های استرس می‌نامیم، معتاد می‌شویم. وقتی ما به هر چیزی در دنیای بیرون که برایمان تهدید قلمداد می‌شود واکنش نشان می‌دهیم، خواه این تهدید واقعی باشد یا تخیلی، بدن ما با آزادسازی هورمون استرس مقادیر هنگفتی از انرژی را در واکنش به این تهدید به گردش در می آورد. وقتی چنین می شود، بدن از تعادل خارج می گردد. این تعریف دقیق استرس است. این واکنشی طبیعی و سالم است، چون در زمانهای قدیم این معجون شیمیایی متشکل از آدرنالین و کورتیزول و هورمون‌های مشابه زمانی آزاد می‌شد که ما با خطری در دنیای بیرونی رویارو می‌شدیم. مثلا زمانی که شکارچی در تعقیبمان بود و ما مجبور بودیم تصمیم بگیریم که بجنگیم، فرار کنیم یا مخفی شویم.
وقتی ما در حالت بقا قرار می‌گیریم، به صورت خودکار مادی‌گرا می‌شویم و واقعیت را بر حسب حواس خود تعریف می‌کنیم. بر حسب آن چیزی که می‌بینیم، می‌شنویم، می‌بوییم، لمس می‌کنیم و یا می‌چشیم. به علاوه ما تمرکز خود را محدود کرده و تمام توجه خود را متوجه ماده می‌کنیم. هورمون‌های استرس باعث می‌شود ما تمام توجه خود را به دنیای بیرون معطوف کنیم، چون خطر در آنجا نهفته است. در زمان انسان‌های اولیه این واکنش چیز خوبی بوده است. این واکنش باعث سازگاری ما شده و ما را زنده نگه داشته است. و وقتی ما توجه خود را به عامل خطر معطوف می کردیم و خطر رفع می شد، سطح تمام هورمون‌ها به توازن اولیه خود باز می گشت. اما در دوران مدرن دیگر چنین نیست. یک تماس تلفنی یا ایمیل از جانب رئیس شرکت و یا یکی از اعضای خانواده کافی است تا واکنش احساسی قدرتمندی مانند خشم، ناراحتی، ترس، دلهره، اندوه، احساس گناه، رنج یا شرم در ما ایجاد شود و ما سیستم عصبی ابتدایی ستیز و گریز را روشن کنیم و در نتیجه طوری واکنش نشان دهیم که گویی شکارچی ما را دنبال کرده است. این وضعیت شیمیایی به صورت خودکار روشن می‌ماند، چون عامل تهدید خارجی هرگز رفع نمی‌شود. واقعیت این است که بسیاری از ما بیشتر وقت خود را در این حالت برانگیخته سپری می‌کنیم. این وضعیت مزمن شده است. گویی دیگر شکارچیان بیرون نیست تا گهگاهی چنگ و دندانی به ما نشان دهد، بلکه با ما در درون غارمان زندگی می کند. مثلا همکار سمیتان که از قضا میز کارش کنار میز کار شماست. این واکنش استرس مزمن دیگر انطباقی به شمار نمی آید، بلکه ضد انطباقی است. وقتی ما در حالت بقا زندگی می کنیم و هورمون‌های استرس مانند آدرنالین و کورتیزول در بدنمان به جریان در می آید، به جای اینکه به حالت توازن برگردیم، در حالت هوشیاری بالا باقی می مانیم. مانند مثال آنا در فصل 1. وقتی این عدم توازن در دراز مدت حفظ شود، به احتمال زیاد ما بیمار خواهیم شد، چون استرس بلند مدت سبب کاهش بیان سالم ژن‌ها می شود. در واقع بدن ما آنقدر نسبت به این حجم بالای مواد شیمیایی شرطی می شود که به آنها معتاد می گردد. بدن ما برای این مواد بیقراری می کشد. در این حالت مغزهای ما بیش از حد هوشیار و برانگیخته می شود و ما تلاش می کنیم پیامدها را پیش بینی، کنترل و حتی به زور ایجاد کنیم تا شانس بقایمان بیشتر شود. و هرچه بیشتر چنین کنیم، اعتیادمان شدیدتر می شود و بیشتر باورمان می شود که ما بدنهایی هستیم که به هویت و محیطمان وصل شده و در زمان خطی زندگی می کنیم. دلیل این امر این است که تمام توجه ما در همین راستا قرار دارد. وقتی مغز شما برانگیخته باشد و شما در حالت بقا زندگی کنید و مجبور باشید توجه خود را مدام به موارد مختلفی مانند شغل، اخبار، همسر سابق، دوستان، ایمیل ها، فیسبوک و توییتر معطوف کنید، در واقع دارید هر یک از این شبکه‌های عصبی مختلف را به سرعت فعال می کنید. شکل 2-5 را مرور کنید. اگر این کار را ادامه دهید، به مرور زمان عادت محدود کردن تمرکز و تغییر مداوم کانون توجه باعث می شود مغزتان قسمت بندی شود و دیگر به شیوهی متعادل کار نکند.
وقتی چنین شود، شما دارید به مغزتان یاد می دهید که به شیوهی نامنظم و نامنسجم کار کند و این باعث می شود کارایی آن بسیار پایین بیاید. شبکه‌های عصبی مختلف مغز مانند رعد و برق بدون نظم روشن می شوند و لذا مغز شما به صورت ناهمگام کار می کند. اثر این کار مانند این است که گروهی تنبک زن همگی در یک زمان اما نه با ریتم و آهنگ به تنبک‌های خود ضربه بزنند. در مورد مفاهیم انسجام و عدم انسجام در فصلهای بعدی بیشتر حرف خواهیم زد. فعلا همین را بدانید که وقتی مغز از انسجام خارج می شود، شما از انسجام خارج می شوید. وقتی مغز به صورت بهینه کار نکند، شما بهینه نخواهید بود. شما برای هر شخص یا چیزی در دنیای بیرون که تجربه کرده اید و جزو شناخته هایتان است، احساسی مرتبط با آن دارید. چون احساسات که انرژی در حرکت هستند، پسماند شیمیایی تجربه هستند. و اگر شما بیشتر اوقات با این هورمون‌های اعتیادآور استرس زندگی کنید، ممکن است از رئیستان برای تأمین اعتیادتان به قضاوت کردن استفاده کنید. ممکن است از همکاران خود برای تأمین اعتیادتان به رقابت استفاده کنید. ممکن است از دوستانتان برای تأمین اعتیاد خود به رنج استفاده کنید. ممکن است از دشمنان خود برای تأمین اعتیادتان به نفرت، از والدین برای تأمین اعتیاد به احساس گناه، از فیسبوک برای تغذیه اعتیادتان به عدم امنیت، از اخبار برای تأمین اعتیادتان به خشم، از همسر سابقتان برای تأمین اعتیادتان به تنفر و از رابطه تان با پول برای تأمین اعتیاد خود به فقدان بهره جویید. این یعنی احساسات، انرژی شما با تمام اشخاص، مکانها و چیزهایی که در واقعیت شناخته شده و آشنایتان تجربه می کنید، در هم تنیده و به هم وصل هستند. و این یعنی هیچ انرژی برای شما باقی نمی ماند تا شغل جدید، رابطه جدید، وضعیت مالی جدید، زندگی نو و بدن شفا یافته‌ای با آن ایجاد کنید. بگذارید سخنم را طور دیگری بیان کنم. اگر طرز فکر و احساس شما، فرکانس و اطلاعات ساطع شده از شما در درون میدان انرژیتان که تأثیر شگرفی بر زندگی شما دارد را تعیین می کند و اگر تمام توجه و لذا انرژی شما به دنیای بیرونی افراد، اشیاء، چیزها، مکانها و زمانتان معطوف است، آنگاه هیچ انرژی در دنیای درونی افکار و احساسات شما باقی نمی ماند. لذا هرچه احساساتی که به آن معتاد شده اید قوی تر باشند، شما بیشتر توجه خود را به آن شخص، شی، مکان یا وضعیت موجود در دنیای بیرونیتان معطوف خواهید کرد و بیشتر انرژی سازنده خود را از دست داده و برابر با تمام دانسته هایتان فکر و احساس خواهید کرد. وقتی به دنیای بیرونیتان معتاد باشید، برایتان دشوار خواهد بود که به شیوهی جدید فکر یا احساس کنید و ممکن است به همان افراد یا چیزهایی معتاد شوید که در وهله اول مشکلات شما را ایجاد کردند. این گونه است که شما نیروی خود را از دست داده و انرژی خود را سوء مدیریت می کنید. اگر شکل 2-5 را دوباره نگاه کنید، مثالهایی خواهید دید از اینکه ما چگونه با تمام اجزای دنیای بیرونی خود پیوندهای انرژیایی ایجاد می کنیم.
به شکل 2-6 نگاه کنید. در سمت چپ شکل 2 اتم را می‌بینید که به واسطه میدان نامرئی انرژی به هم متصل شدند. این 2 اتم با هم اطلاعات را به اشتراک می‌گذارند. این انرژی است که آنها را به هم متصل نگه داشته است. در سمت راست 2 نفر را می‌بینید که در تجربه نفرت با هم شریک هستند و به واسطه میدان نامرئی انرژی که آنها را از نظر انرژیایی به هم متصل می‌کند، به هم وصل شده‌اند. در حقیقت آنها انرژی و اطلاعات یکسانی را دارند. درست همانطور که 2 اتم با انرژی و اطلاعات مشترک به هم وصل می شوند و یک مولکول را می سازند، وقتی 2 نفر احساسات و انرژی یکسانی دارند و افکار و اطلاعات یکسانی را مخابره می کنند، به هم وصل می شوند. در هر 2 مورد، آنها به واسطه میدانی نامرئی از انرژی که آنها را به هم متصل می کند، به هم وصل هستند. اگر جداسازی 2 اتم نیازمند انرژی است، سلب کردن توجه از افراد و شرایط زندگی که انرژی سازنده زیادی را صرف آن کرده ایم، نیازمند انرژی و هوشیاری است. جدا کردن 2 اتم نیازمند انرژی است. به همین ترتیب اگر توجه و انرژی شما به افراد، مکانها و چیزهای یکسانی در دنیای بیرون متصل شده باشد، قابل درک است که شکستن این پیوند در زمان مراقبه نیازمند انرژی و تلاش است. سوالی که مطرح می شود این است: چه مقدار از انرژی سازنده شما در احساس گناه، نفرت، تنفر، فقدان یا ترس به دام افتاده است؟ حقیقت این است که شما می توانید از تمام این انرژی برای ایجاد تقدیر جدید استفاده کنید. برای این منظور باید از تمام چیزهای دنیای بیرونی فراتر رفته و توجه خود را از آنها برگیرید. به همین دلیل است که ما از مراقبه برای تغییر حالت درونی خود استفاده می کنیم. این به ما اجازه می دهد که پیوند خود را با همه کس، همه چیز، همه جا و همه وقت به قدر کافی قطع کنیم تا بتوانیم به درون غور کنیم. وقتی بر بدن احساساتی خود غلبه کردید و توجه خود را از تمام چیزهای شناخته شده در دنیای بیرونتان برگرفتید، انرژیتان را به خود باز می‌گردانید و پیوند خود را با واقعیت گذشته اکنونتان که از دیرباز یکسان مانده است، قطع می‌کنید. باید از کس بودن به هیچ کس بودن گذر کنید، یعنی باید توجهتان را از بدن، رنج و گرسنگی برگیرید. باید از کس بودن به هیچ کس بودن برسید. توجه خود را از هویتتان به مثابه همسر، والد و کارمند برگیرید. باید توجه خود را از چیزها برگیرید و به هیچ چیز معطوف کنید. گوشی، ایمیل و قهوه را فراموش کنید. و از بودن در جایی به بودن در هیچ جا برسید. از هر فکری راجع به صندلی که رویش مراقبه می کنید و یا جاهایی که قرار است در ادامه روز بروید، فراتر بروید و از بودن در زمان خطی به بودن در هیچ زمانی برسید. هیچ خاطره یا فکر مزاحمی راجع به آینده نباید به ذهنتان خطور کند. منظورم این نیست که گوشی، لپتاپ، ماشین و حساب بانکی چیز بدی است. بلکه منظورم این است که وقتی بیش از حد به این چیزها وابسته باشید و این چیزها چنان توجه شما را به خود جلب کنند که نتوانید به خاطر احساسات قدرتمندی که برایتان تداعی می کنند از فکر کردن راجع به آنها فراتر بروید،
این داشته ها هستند که شما را به مالکیت خود درآوردند و این گونه نمی توانید هیچ چیز جدیدی بیافرینید. تنها راه انجام این کار این است که یاد بگیرید تمام این انرژی تکه تکه شده را جمع کنید تا بتوانید بر احساسات بقا که به آنها معتاد شده اید و تمام انرژی شما را در واقعیت گذشته مدفون کرده اند غلبه کنید. وقتی توانستید توجه خود را از تمام این اجزای بیرونی برگیرید، پیوندهای انرژیایی و احساسی خود را با این چیزها تضعیف کرده و در نهایت به قدر کافی انرژی آزاد می کنید تا با آن آینده جدیدی بسازید. این کار مستلزم این است که از آن جایی که به صورت ناخودآگاه توجه خود را به آن معطوف کرده اید، آگاه شوید و مانند جدا کردن دو اتم، شکستن این پیوندها به صورت آگاهانه نیازمند مقداری انرژی است. در کارگاه‌ها بیشتر اوقات افراد پیش من آمده و میگویند که هارد دیسک کامپیوترشان سوخته یا کسی ماشینشان را دزدیده و یا شغلشان را از دست داده اند و دیگر پولی هم برایشان باقی نمانده است. وقتی مردم به من میگویند که افراد یا چیزهایی را در زندگی از دست داده اند، میدانید همیشه چه میگویم؟ خیلی هم خوب. ببین حالا چقدر انرژی داری تا تقدیر جدیدی برای خود طراحی کنی. در ضمن اگر این کار را درست انجام دهید و بتوانید انرژی خود را بازگردانید، به احتمال زیاد این مسئله در ابتدا چندان خوشایند نخواهد بود. آماده باشید، چون برخی حوزه‌های زندگی شما ممکن است از هم بپاشد. اما نگران نباشید. این اتفاق باید بیفتد، چون شما دارید پیوندهای انرژیایی بین خود و واقعیت گذشته‌تان را می‌شکنید. هر چیزی که از نظر ارتعاشی با شما و آینده‌تان همخوانی نداشته باشد، از بین خواهد رفت. اجازه دهید چنین شود. تلاش نکنید که زندگی قدیمی خود را سرهم کنید، چون سرنوشت جدیدی که دارید برای خود رقم میزنید، سرتان را بسیار شلوغ خواهد کرد. بگذارید مثالی برایتان بیاورم. یکی از دوستانم که معاون دانشگاهی بود، 3 هفته پس از شروع مراقبه قرار بود در جلسه هیئت مدیره حاضر شود. او همانند ستون فقرات دانشگاه بود. دانشجویان و اساتید او را دوست داشتند. او وارد جلسه شد و نشست و اخراج شد. به من زنگ زد و گفت مطمئن نیستم که این فرایند مراقبه جواب دهد. هیئت مدیره من را اخراج کرد. مگر قرار نیست وقتی مراقبه می کنم اتفاقات خوب برایم بیفتد؟ به او گفتم گوش کن. احساسات بقا را ول کن، چون اگر ول نکنی در گذشته خواهی ماند. به جای این کار لحظه حال را دریاب و از آنجا شروع به آفرینش کن. ظرف 2 هفته او عاشق زنی شد که بعداً با او ازدواج کرد. همچنین پیشنهادهای شغلی بهتری به او دادند و در آخر معاون یک دانشگاه بسیار بزرگتر و بهتر شد. 1 سال بعد او به من زنگ زد و گفت دانشگاهی که اخراجش کرده بود حالا می‌خواست او را به عنوان رئیس دانشگاه استخدام کند. پس وقتی واقعیت قدیمی کنار می رود و واقعیت جدید ظاهر می شود، هیچ معلوم نیست که کائنات چه چیزی برایمان در نظر گرفته است. تنها چیزی که با اطمینان می توانم بگویم این است: امر ناشناخته هرگز من را ناامید نکرده است.